ببینم مگه خودت نگفتی که امره دیگه واسم اصلا مهم نیست؟ خیالت راحت، 2-3 روز دیگه میرن، مسافرم. این چقدر تون بالا میره. هر جا شد من میتونم پیاده شم. یعنی میخوام پیاده شم. اگه اجازه بدین پیاده میشم. هنوز خیلی مونده برسه. نه، به جایی که میخوام رسیدم. وای تو چقدر شیرینی. لوگاس بیا اینجا ببینم. معذرت خواهی میکنم اگه اذیتتون کرد. نه اما خیلی با هم جور شدیم. راستی من پری هستم. منم جانم. خوشبختم. همچنین. خیلی شبیه دختره استانبولی. ببینم تا کی میمونی؟ هنوز یه روز اومدیم، تو راحت باش. گفتم تا کی میمونی؟ راستش فردا برمیگردیم، اما سری بعد که بیایم واسه همیشه میمونیم. اگه داداش هالوک از مادرم جدا نشه. کدوم داداش هالوک؟ نکنه بابای علیو میگی؟ آره، داداش هالوک از مامانم تو ازمیر خواستگاری کرد. اگرچه نصف نیمه مونده اما ما رو آورد اینجا تا باهاشون آشنا شیم. اما هالوک چه کاره که نمیکنه. من الان میام. رئیس واسه چی قایم میکنی؟ اما هالوکو نگاه کن، قایمکی ازدواج میکنه. اون نمیدونه، بهش نگو. چیو؟ پسر بهت بگم که اما هالوک از تو زرنگ تره. تو چی داری میگی پسر؟ اما هالوک داره ازدواج میکنه، شما هم خواهر برادر شدی. چی؟ چرت و پرت نگو. باورت نمیشه، از بابات بپرس. پاشو بریم خونه. پاشو بریم خونه. پاشو یالا پاشو. چی کار میکنی دیوونه؟ دستمو ول کن. آبجی پری داداش باشه واسه بعد امره. داداش گفتم بعدم. بای بای. خیلی خوبه، کم کم باید 10 کیلومتر پیاده را برم. قیافشو نگاه کن، با همچین ماشین بزرگی تنها میری؟ اگه وای میستادی میمردی؟ این خودخواه ها رو ببین، تو رو خدا این گور دنیا واسه اینا ساخته شده. این همون دیوونه نیست؟ هی دیوونه، داشتیم تصادف میکردیم. واسه چی میزنی دختر؟ همون دختره تو تاکسی هم نشناختی؟ از کجا باید میدیدم؟ فقط بلدی تند بری، داشتین مسابقه میدادین، ازتون شکایت میکنه. فکر کردم میخوای اتو بزنی وایسادم. وای چقدر تو پررویی، من چرا باید اتو بزنم؟ فقط خواستم حرفامو بهت بگم. باشه، اگه تموم شد من باید بگم که از اینجا زیاد ماشین رد نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اتوبوس هم نیست؟ ببینی که پرنده هم پر نمیزنه. میخوام برم خونه مرتوغلو، تا اونجا پیاده چقدر راهه؟ 1-2 ساعتی میشه، اما خوش شانسی، منم دارم میرم اونجا. سوار شو ببر. تو چرا میری اونجا؟ چرا همه اونجا میرن؟ تو واسه چی میری؟ خدمتکاری؟ آره؟ خدمتکار؟ حتما مراسم ازدواج دارن. آره خدمتکارم. تو هم اونجا کار میکنی؟ نه یه جورایی. ببینم میای؟ کلا کاسکت رو سرت معلوم نیست آدمی جنی چی هستی؟ تازه من فقط سوار ماشین زنا میشم.
خوبه؟ با استانداردت هماهنگ شد؟ سوار میشم ولی از پشت بغلت نمیکنم. باشه پس بپر بالا. اگه تند بری بیفتم با همین کاسکت میذارم تو سرت. محکم بگیر. دیوونه عقب افتاده. بابام کجاست؟ تو اتاق کارشون. تو داری ازدواج میکنی؟ کی بهت گفت؟ ببخشید میشه بپرسم کی قرار بود به همون بگین آقا هلوک؟ آروم باش. میگم کی قرار بود به همون بگی؟ آروم باش. میخوای اونا رو برداری بیاری تو این خونه؟ زندگی که تو داری حق اونا هم هست که داشته باشن. زندگی من تو منو دست انداختی مسخرم کردی؟ خوش اومدیم. ممنونم. سلام، خوش اومدیم. بفرمایید پایین لطفا. بفرمایید. آبجی رحمه انقدر خوشگل شدی ها که همش با خودم فکر میکنم شاید فقط 40 سالت باشه. میدونم اصلا اینطوری نیست اینجی. سویلایی اومد. آره. خوش اومدی عزیزم. عزیزم عالی به نظر میه. ممنونم. تولدت مبارک. ممنونم که اومدی عزیزم، چون میدونم اینجا اومدن برات خیلی سخته سویلای. واقعا ازت ممنونم. اینجی چطوری؟ خوش اومدی. چه خبر؟ خوش اومدی. تو چطوری؟ اینجی خیلی مدعی به نظر نیست. آخه صابخونه. واقعا؟ پایین میبینم. باشه. مامان میگم حتما باید برگردیم خونه. سرین جون نمیخوام دوباره دربارش حرف بزنم. بعد از مراسم میریم. این زن همش لجبازی میکنه. دختر معلوم نیست تولده یا عروسی. 23 تا گارسون فقط من شمردم. دارن سرویس میدن میگردن. باید مهمونا رو ببینی انگار از مجلات در اومدن بیرون. بیا بریم دیگه. مامان چرا ما نمیریم؟ یکم زیاده روی نکردی؟ منظورت چیه؟ موهات و آرایشت یه جوری نشون میده انگار 30 سالته. ببینم تو حالت خوبه؟ تو اونایی که پایین هستن رو دیدی؟ میخوای آبرومون بره ها؟ تو اینطوری بیشتر خودتو کوچیک میکنی. یعنی چی آبجی؟ مگه چمونه آخه؟ به نظرتون پسرای صبحی میان اینجا؟ اون پسره رو میگی که باد میپری؟ چه پریدنی دختر، یکم حرف زدین. تو به من حسودی نکن. خودت هم انقدر گنده فرض نکن. باز دوباره برای چی دارین اینجا رو بحث میکنین ها؟ به خواهرم نگاه کنی میفهمی. چی میگی تو؟ مگه چشه؟ سرین همین الان میری اون ماتی که تو پاک میکنی. مامان تو رو خدا. هیچی نمیخوام بشنوم. سری برو پاکش کن ببینم. اوف خدا از دست شما. تو هم لباست مثل مراسم ختم میمونه. سرین گفتم بدو. به اون توجه نکن. خیلی خوشگل شدی. به نظرت زیادی سیاه و رسمی نیست؟ چیز دیگه ای نیاوردم، همین آوردم فقط. مامان من هرچی بپوشه بهش میاد. قربون تو برم شیرینم آخه عزیز دلم.